سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبی آقای انصاری؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ محمدم از اهواز. خوب الله. آقا محمد از اهواز، حیاک الله اخی الفاضل، تفضل. احبك الله آقای انصاری. احبک الذی احببتنی فیه. خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم. واقعا خیلی وقت برنامهتون رو از این تبعیت میکنم و واقعا متاثر شدیم، من و خانمم و اکثر مردم های اهواز هم بیدار شدن. خدا رو شکر. الحمدلله. الحمدلله. قصد تماسم اینه، هم از شما خیلی تشکر میکنم. واقعا چیزهای خیلی درست میگم، اون شبهات و اون دلایلی که میارید واقعا اونا رو یاد گرفتم. الحمدلله. و داری میگم واقعا بیدار شدم، تازه دارم میفهمم که دین اسلام چیه. الحمدلله. واقعا جای تشکر داره. زنده باشید. من هم شیعه هدایت یافته هستم. 5 ماه من و خانم به لطف خدا هدایت شدیم. الله اکبر. و همیشه این برنامه رسالة حق واقعا هم حظه. الحمدلله. داریم از یک تبعیت میکنیم، به خصوص شما آقای انصاری. همون برنامه آن روی تکه، همون برنامه های پرسش پاسخ داریم از یک تبعیت میکنیم. الحمدلله. و واقعا خانواده‌ام بیدار شدن. الحمدلله. فقط ازت میخوام برای پدرم دعا بکن که خدا هدایتش بکنه. آمین آمین. الله سبحانه و تعالی همیشه این برنامه رو نگاه میکنه ولی وقتی به حق میرسه فرار میکنه. الله المستعان. عجله نکنید با حکمت. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. با حکمت و با سخن نیکو انشاءالله ما و بینندگان عزیز دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی پدر بزرگوار شما رو هم هدایت بده به این را. آمین. سلامت باشید. خدا نگهدار محمد جان. تشکر از شما. الله متعال حفظتون کنه.